مقدس الهی هست. بار الها پروردگارا تو از ما راضی باش. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است، بیچاره و مسکین و فقیریم. پروردگارا تو از ما راضی باش. پروردگارا تو از ما راضی باش. پروردگارا ریا از وجود ما، از زندگی ما، از اعمال ما دور بگردان. پروردگارا تو میدانی، تو علیم بذات صدوری و از قلب ها آگاهی. پروردگارا جز رضای تو دیگه هیچ چیزی نخواستیم. پروردگارا جز رضایت و جز دیدارت هیچ چیزی طلب نکرد. ای بار الهی تو از همه ما راضی باش. پروردگارا شبهای مبارک، روزهای مبارک است. پروردگارا شعبان پیش رو است، رمضان پیش رو است. پروردگارا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. پروردگارا این خانه تو هست، ما بندگان تو هست، ضعیف، بیچاره، مسکین، فقیر در تو آمدیم. پروردگارا از در ملک الملوک هیچ کس ناامید نمید. از در ذاتی که تو غنی هستی و کریم هستی و غفور و مهربان هستی. پروردگارا این جمعیت از این خانه ناامید بیرون نگردن. پروردگارا هر کدام ما درد داریم، پروردگارا هر کدام ما حاجاتی که داریم، پروردگارا حاجات این جمعیت تو برآورده خیر بگردن. پروردگارا بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما، جوانان و نوجوانان ما را حفظ بفرما. پروردگارا خواهران و مادران و همسران ما را حفظ بفرما. پروردگارا رفتگان ما را بیامرز. پروردگارا قبورشان را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا قبورشان را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا تو از همه ما راضی باش. پروردگارا کسانی که در این جمع خواسته دارند که با هیچ کس گفته نمیتوانند، تو خبیری، تو سمیعی، تو بصیری. پروردگارا تو مشکلاتشان را حل بگردان و آسان بگردان. اونهایی که طلب اولاد نمودن اولاد صالح عنایت بفرما. پروردگارا مظلومینی که به چنگ ظالمین هست، پروردگارا مظلومینی که به چنگ ظالمین هست، پروردگارا تمام مظلومین را از چنگال ظالمین نجات بده. ای بار الها پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا هر خطایی که کردیم، اشتباهی که کردیم، پروردگارا تو ما را عفو کن، ما را ببخش. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. ای بار الها پروردگارا اون لحظه‌ای که این چشمان ما به سوی دیدار تو باز بشه، چی لحظه هست؟ پروردگارا اون لحظه‌ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره بشه. پروردگارا اون لحظه‌ای که چشم ما به دیدار تو باز بشه، چی لحظه‌ای است؟ پروردگارا همه ما را از دیدار خود محروم نگردان. پروردگارا به خطاهای ما نگاه نکن، به گناههای ما نگاه نکن. پروردگارا فضل خود را ببین، کرم خود را ببین. پروردگارا به ضعیفی ما یک نظر بینداز. ضعیفیم، بیچاره‌ایم، ظلوم و جهول گفتی ای بار اله. پروردگارا مشت خاکی، مشت گلی. پروردگارا توی عزتی که ولقد کرمنا بنی آدم. ای بار اله ما امت حبیب تو هستیم، ما امت حبیب تو هستیم. پروردگارا اگر این امت تو نبخشی، پروردگارا بهترین دوست تو که رسول الله هست ناراحت میشه و بزرگترین دشمن تو که شیطان خوشحال میشه. ای بار اله دوست را غمگین نگردان، پروردگارا دشمن را شاد نگردان. پروردگارا امت حبیب تو هستیم،
امت او کسی هستیم که تو گفتی ولسوف یعطیک ربک فترضی. امت او حبیبی هستیم که تو و رفعنا لك ذکرک در شأنش گفتی. ای بار اله پروردگارا همه ما را ببخش، پروردگارا همه ما را ببخش، پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است، پروردگارا ناله و زاری و گریه بر در تو میزیبه. زیبا هست که در تو را در بزنیم، گریه کنیم، ناله کنیم، سجده کنیم. پروردگارا ما را به غیر خود، پروردگارا ما را سوق نبود، غیر از در خود ما را به دیگه در ما را نبود. پروردگارا گدایی بر در تو برای ما شاهیه، پادشاهیه. پروردگارا این دستا به طرف تو بالاست. پروردگارا تو کریمی، تو رحیمی، تو جلیلی، تو ستار العیوبی. پروردگارا تو ذاتی که بند نوازی، پروردگارا تو ذاتی که هزاران کافر با یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میبخشی. پروردگارا به لطف و کرم خود، به مرحمت خود به حال همه امت اسلامی رحم بفرما. پروردگارا به حال همه امت اسلامی رحم بفرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.